دستش یه بازیکن نفوذ کرده که لیموچیه. خود مهدی در این محوطه جریمه، لیموچی و توی دروازه گل پنجم، بالاخره هتریک. 89 دقیقه سپری شد در این محوطه جریمه، فرصت برای گل چهارم و توی دروازه گل چهارم. حرکت قشنگ بازیکن سپاهان لیموچی، خودش در مقابلش منصوریه، یه پاس در این محوطه جریمه عالیه، یه پاس رو به بیرون و گل دوم. سوپر گل مهدی لیموچی. چه خبره؟ نامداران پرسپولیس، حالا فشاری که پرسپولیس داره میاره تو محوطه جریمه، فرصت و دک به دک، گل برای پرسپولیس. فرجی، گرسال، یه فرصت، علیپور چه گلی زد. سعید صادقی رفت توی زمین، خود سعید صادقی هم زد ضربه ایستگاهی رو، یه فرصت، گل. علیپور هتریک کرده، پرچم بالا نرفته.